مبارزه میکنه با هاپامایکی از فنلاند. در ابتدای کار مایدو دستگیرش رو در اختیار میگیره. حمید سوریان دلاور کشورمون، پر افتخارترین کشتیگیر کشورمون در مسابقات جهانی و المپیک. 57مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جهان که ما در ادوار گذشته موفق شدیم 12 طلا، 5 نقره و 15 برنز بگیریم که جالب 6 تا از این 12 طلا رو سوریان کسب کرده. مرد پر افتخارمون در آستانه 30 سالگی 30 سال و 1 ماه داره که حالا میشه کمرگیری، یک از کمرگیری زیبا و تماشایی میگیره از حریف خودش و سعی میکنه از بالا به پل بزنه. 4 امتیاز موفق میشه به پل میتونه که ضربه فنی کنه، میتونه ضربه فنی رو بگیره. داور وسط همچنان سعی میکنه شانه حریف خودش رو به تشک بچسبونه. یک بار دیگه ضربه فنی تمام موفق میشه با ضربه فنی همچون خمیر شانه های حریف خودش رو به تشک بچسبونه و برق چشم از دیگر کشتیگیران بگیره.